سلام به کانال من خوش اومدین و سلام به همه دوستان تاریخ دوست. اینجا شما به دنیای جذاب و شگفت‌انگیز تاریخ سفر خواهید کرد. من رویا بهبودی هستم، کارشناس علوم تربیت. و اما بریم سراغ فرمان کوروش. منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشه جهان، پسر کمبوجیه شاه بزرگ، نوه کوروش شاه بزرگ، نوه چیشپی شاه بزرگ. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. آنگاه که من به آرامش و بی آزار به بابل در آمدم، در میان هلهله و شادی اورنگ فرمانروایی رو در کاخ پادشاهی استوار داشتم. بیشمار سپاهیانم به صلح در بابل گام برداشتند. روا نداشتم کسی وحشت را بر سرزمین سومر و اکد فرا آرد. نیازمندی های بابل و تمامی پرستشگاه های آنان را پیش دیده داشتم و در بهبود زندگی همگان کوشیدم. همه یوغ های ننگین بردگی را از مردمان بابل برداشتم. خانه های ویرانشان را آباد کردم. به تیره بختی هایشان پایان دادم. مردود مهتر خدایی از کردارم شاد شد و به من کوروش پادشاهی که او را نیایش کرد و به کمبوجیه پسرم و به همه سپاهیانم مهربانانه برکت داد. از ته دل در پیشگاهش خدایگانی والای او را بس گرامی داشتیم و همه پادشاهانی که در بارگاه خود به تخت نشستند در چهار گوشه جهان، از فرادریا تا فرودریا، همه پادشاهان باختر زمین که در خیمه ها سکونت داشتند برای من خراج گران آوردند و در بابل بر پایم بوسه زدند. تمام شهرهایی که کوروش آنها را به تصرف خود درآورده بود و پرستشگاه‌هایشان که دیر زمانی ویران بود مرمت کردم. پیکره ایزدانی را که میان آنان جای داشتند به جای خود بازگرداندم و در منزلگاهی پایدار اقامت دادم. تمام مردمان آواره را جمع کردم و خانه‌هاشان را به آنان بازگرداندم. اجازه دادم همگان در صلح زندگی کنند. واقعا جا داشت که به افتخارش بایستیم.